با عرض سلام خدمت دوستان و همراهان همیشگی امیر تریده، امیدوارم که حالتون خوب باشه. امروز با شارژ آلپاری توسط ارزهای دیجیتال و بالاخص تتر که حالا یکی از راههای مرسوم شارژ هست توسط اون در خدمتتون هستیم. قدم اول داخل همون کابین یا میز کار آلپاری که هستیم گزینه واریز وجه رو دوباره میزنیم. نوع انتقال همون واریز وجه خواهد بود. انتقال از اینجا کریپتو که اولش هم نوشته USDT همون تتر هستش با کارمزد 0% رو انتخاب میکنیم و انتقال به هم گفتم خدمتتون میتونید که کیف پول هایی که بهتون آلپاری ارائه میده رو مشخص بکنید که برای داخل این کیف پول ها واریز بشه و بعد خودتون حسابا رو شارژ بکنید یا مستقیم میتونید حسابایی که ساختین رو از همون اول شارژ بکنیم و برای مثال همون حساب قبلی رو انتخاب میکنیم و ادامه رو میزنیم. داخل قسمت بعدی مبلغی که ما می‌خوایم واریز بکنیم رو از ما میخواد که ما برای مثال $10 رو میزنیم که می‌بینید که چون کارمزدش صفره همون $10 برامون شارژ میشه. فقط نکته مهم اینه که انتقال تتر از حالا شما اگر از صرافی می‌خواید بزنید یا از کیف پولتون خودش یه سری کارمزد داره که معمولا همچون USDT ما بر شبکه ترون شارژ می‌کنیم تتر رو ترون میخواد به عنوان فی یا کارمزدش که اون کارمزد از این مبلغ شارژ کم نمیشه، از چیزی که اون فرستنده میزنه اون مبلغ کم خواهد شد. بعد از که این مبلغ وارد کردیم این گزینه رو تایید میکنیم و با زدن کلیک ادامه به مرحله بعد منتقل میشیم. در اینجا ما باید تایید بکنیم که تراکنش جایی که میخوایم بفرستیم و نوعش درست باشه و بعد از کلیک بر روی انتقال وجه ما به سایت مربوطه که برای شارژ کریپتو هست منتقل بشیم، سایت B2B که اینجا بعد اون ارزی که می‌خوایم باهاش واریز بکنیم که الان ما در این مثال تتر هست رو باید انتخاب بکنیم. تتر US رو پیدا می‌کنیم. گفتم خدمتتون شبکه‌ای که ما واریز می‌کنیم فعلا شبکه ترونی همون TRC20 هست که توی این گزینه ما مشخصش میکنیم و برای ما آدرس کیف پول یا مقصدی ارسال میکنه. ما باید دقیقاً همون $10 که قرار شارژ بکنیم رو دقیقاً همون $10 رو اینجا بفرستیم به این آدرس. میتونیم اسکنش بکنیم یا این کد رو کپی بکنیم و بعد از اینکه ارسال کردیم و تمام تاییدیه های ارسالمون داخل شبکه ترون یا ترون اسکن اتفاق افتاد، این شبکه خودش کاملا خودکار رفرش میشه و براتون انتقال انجام میشه. این نکته مهمه توجه بکنید که اینجا هم نوشته مینیمم تراکنش که شما میتونید انجام بدید با USDT یا همون تتر $10 هستش. بعد از اینکه تایید شد من براتون ادامه آموزش رو ضبط خواهم کرد. خب من واریز کردم 10 تتر رو به این کیف پولی که اعلام کرده بود و الان میبینید که داره یکی یکی تاییدیه‌اش اتفاق میفته. معمولا کمتر از 1 ساعت در شرایط عادی این زمان میبره ولی خب خیلی موقع چند دقیقه‌ای هم انجام میشه. این بعد در واقع کانفرمیشناش بیشتر بشه و تموم بشه که این سبز بشه و کانفرم کلی بشه برامون شارژ میشه. به محض اینکه تایید کلی شد این داره هی بیشتر میشه این کانفرم و رفرش میشه صفحه. به محض اینکه تایید شد من براتون آخر کار رو هم قرار خواهم داد. خب میبینیم که اینجا تموم شد و اینجا سبز شد. پس الان هیچ کاری با این صفحه نداریم. اگر بریم داخل کابین خودمون که ما حالا وارد کابین آلپاری که بودیم میشیم، یک رفرشی که من انجام بدم و همون صفحه اصلی که بیایم اون پایین قسمت تراکنشی که داره انجام میشه باز هم تاییدیه اینجا یکم زمان برای در حال بررسی است. به محض اینکه اینجا اوکی بشه و ثبت بشه اونم تقریبا چند دقیقه زمان میبره برامون اون حساب شارژ میشه و اینجا این حساب ما شارژ کردیم. امیدوارم که براتون مفید بوده باشه. اگر واریز یا انتقال تتر از کیف پول یا صرافی به این چیزی که دیدیم رو بلد نیستید میتونید آموزش اون رو هم با ما همراه باشید. امیدوارم که براتون مفید باشه. در خدمتتون هستیم.